اینتر در چند سال اخیر خصوصاً پس از شیوع جهانی ویروس کرونا با مشکلات مالی جدی روبرو شده و همین شرایط را برای مالکان این باشگاه دشوار کرده. خانواده ژانگ باید مبلغ 275 میلیون یورو وامی که گرفته بودند رو تا تاریخ 20 می 2024 باز پرداخت کنند و اگر 12% سود آن هم محاسبه شود، این مبلغ تا 400 میلیون یورو هم افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این یک شرکت آمریکایی به صورت جدی در حال بررسی شرایط برای خرید این باشگاه بود و حتی گفته شده بود که مذاکراتی هم بین دو طرف در جریان است تا انتقال مالکیت آن را هرچه سریعتر انجام دهند. مبلغ مد نظر مدیران اینتر برای فروش این باشگاه مبلغ 1 میلیارد یورو است که مبلغ قابل توجهی است. حالا روزنامه‌های ایتالیایی خبر دادند یک صندوق سرمایه گذاری از کشورهای خاورمیانه که هنوز نام آن هم مشخص نیست قصد دارد پیشنهادی رسمی را به اینتر ارائه کند. با توجه به ولخرجی‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در چند فصل اخیر برای خرید باشگاه‌های اروپایی، این احتمال وجود دارد که پیشنهاد آنها تهدیدی جدی برای این شرکت آمریکایی باشد.